عبدالله، رحیمه و جمیله سه نورسه که والدانش در جنگ‌های افغانستان کشته شدند، حالا زیر پرستاری بابا و بیبی پدری خود قرار دارند. عبدالله و رحیمه را وقتی خردسال بودند پدر و مادرش نجمیدین و مناجات به دولت‌های جنگ زده بردند و خواهرشان جمیله در پاکستان تولد شده است. دو خواهر به سبب خردسالی وحشت جنگ را نمیتوانند نقل کنند، ولی عبدالله که نسبتاً کلانتر است دهشت آن روزها را به یاد می‌آورد. زیاد جنگا میکردن دیگر نفر رو نمیدونم چی ها میشد. فقط زندگی ها ما رو چی میکردیم خلاصه. زندگی کردن و حرکت میکردیم خلاص. نمیدونم پدرم مادرم برای چی وای جا رفتن. زندگی کردن دشوار و قین بود می اونجا؟ از جای زندگی کردن از جای زنده کردن آسان، جای پرتافته دیگر جای زندگی کردن نه قین جو رفتن نمیدونم دیگه چیزشه. هم بخیر آمد. به نقل پیوندان این عائله را با راه مخصوصی از مهاجرت منتی روسیه سال 2012 اول به پاکستان و بعد به افغانستان بردند. نام آنها را مقامات قدرتی تاجیکستان در فهرست اعضایان گروه تروریستی انصارالله جای داده است که ضد حکومت افغانستان جنگیدند. کودکان میگویند والدینشان را تقریبا سال 2017 کشتند و آنها را دیگران به فرزندخانه گرفتند. افغانستان بدخشان رفتم 2019 سال در روز همین جنده شدم. کنسولگری همین افغانستاندگی تاجیکستان ویش که دیده کنسول کار میکرد دیگه بچه ها گده رفته همینجا گذاشته همین ها کدی سانی همین کنسول در روز وی کدم این های سانی باها گازدانان کده کیم ها کدی گازدانان کده نمیدونم من اکن کیم ها کده گازدانان کده سی کد من نمیدونم ویشه من به دهم روز گروه آمدن این بچه های عبدالله به غیر از تأثیر بدی روانیش از جنگ‌های افغانستان از دو پایش نیز محروم شده است. به نقل خودی او وقتی پدر و مادرش کشته می‌شوند وی چند مدت در بلندکوه‌های بدخشان افغانستان سرسان و آواره می‌ماند و پایهایش از سردی به بیماری تربات گرفتار می‌شوند. طبیبان افغان از زانو پایان آن را می‌برند. حالا از این نورسان یتیم مانده تنها عبدالله 275 سامانه نفقه معیوبی می‌گیرد. ولی بابا و بیبی بازنشسته نورسان میگویند به کمکی بیشتر نیاز دارند. برای یتیم دادن در کرده این باید خوش کردن در کرده این ها خوش نکردم. من مثلا سود بیم رفتم حاکمیت بیم رفتم من جو باشد من رفته که جو من رفتم و ها گفتن که یک سپراف که برای همین داداش که اوچشه مردگیش برای مردگیش به سپراف که در کن سپراف که هیچ جو نیست نمیتیم هیچ کیم نمیتیم. عبدالله هرچند برای کشته شدن والدانش به مقامات شهادت داده است ولی عدم سند مانع دریافت کمک پولی شده است. حالا این خانواده توسط جمعیت کمکرسان هلال احمر کوشش دارند سند فوت نجمیدین و مناجات را دسترس کنند. بنا به معلومات رسمی قبلی از جمله بیش از 110 ساکن منطقه شمالی تاجیکستان که در صفهای گروه رزمندگان تروریستی شرکت دارند 37 نفر را ساکن ناحیه سپتامین تشکیل می‌دهند. تنها از جماعت تقویت که زادگاه عائله هاشم و فانیس هست 11 نفر ثبت شدند. برخی از آنها همسر و فرزندانشان را نیز همراه خود بردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپتامین.